مسائل الهام همه وقت جایی نبودی با عبریزه داشتیم. دوستانی گرامی، حالا سخنهای بسیار گفتن، خیلی سخنهای خوشرو گفتن، لیکن به آدمی چطوری که گفته آمدن اشید حیل این یک قطره آب از یک اقیانوس است. یکی از بزرگان میگوید که نه هر زن بود هر زاده فرزند، نه هر زن بود هر زاده فرزند، نه هر گل آرد میوه هر نهه قند. حالا درخت در وقت بهار بسیار شکوفه میکند، لیکن همهاش میوه نمیشود. یا از کمیچ و یا نای از وای بوی رو میسازند، از ساخر میترسنی از وای قند میگیرند. انا کار و رفتار و کرداری خدا رحمتی انتنین اباین همچنین بود. من زیاده از 18 سال در یک مکتب با همراه انتنین اباین کار کردم. دوستانی گرامی، تمامی کارشان همیشه بود که یکون کسب گپی سخت نمیزدن، فایده نداره میگفتن. خداش به خدا خاله میگون توفیقتیه. انا همیشه کدام جایی که کاری وزمین بود انتنین اباین روانه میکردم. انا این مکتب 19 که همه میدانن سمرقندی ها پشتی ابلاسنوی بالینسه پیشتر ترمه گذرهای گذری و قهرمانی اتفاق سویتی کوچه لاغوتی انا همون خیل قهرمانان در همونجا بکتن. همه خیل آدمانی پول نمیسمیستی بگیم که ندارم دو آدمای زور بودن. انا همونجا راهبری کردن یکون گپی و نفرد از همونجا میدل برای 100 سالگی ولادیمیش لنین و گرامدهای دولتی سمرقند و انتنین اباین پیشنهاد کرده. حالا برای فرزندشان میگن که درگاه میخواهی ریز تکوا خدا رحمت کنه مادرتان آدم نیک اراده بودن. همچنین شما فرزندی با استعدادی انسانیت و مادرتان خدمتی شایان کردید، لیکن چقدر این نکرده باشد آدمیزاد به مادر و پدر خدمت، این یک قطره آب از یک اقیانوس. حالا